بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالك يا أهل الذكر، بسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما بینندگان عزیز. خداوند متعال را سپاسگزاریم که به ما یک بار دیگر این توفیق را داد که مهمان خانه‌های شما باشیم با برنامه پرسش و پاسخ. در خدمت شما هستیم با کارشناس محترم این برنامه جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستند. خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. من خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. خدمت شما و بینندگان عزیز ان شاء الله خواهم. سلامت باشین. تشکر از شما بینندگان عزیز. همونطور که میدانید راههای مختلفی داره با در مورد ارتباط گرفتن با ما و تماس تلفنی از طریق فیسبوک، از طریق SMS و طبق روال معمول هم از سالهایی که از SMS فرستادیم ما سالهای شما رو آغاز میکنیم. جناب استاد بیننده پرسیدن که در مورد الان جشن میلاد مسیح است، گفتن که شرکت در جشن میلاد مسیح و تبریک گفتن سال جدید میلادی از نظر شرعی چه حکمی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برای هر دین و آیینی هم از ادیان الهی و آسمانی یا حتی آیین‌های ساخته دست بشر یک سری علامت‌هایی و یک سری ویژگی‌هایی هر کدام از این ادیان و آیین‌ها دارند و بیشتر از همه اعیادی هست که در هر دین و آیینی نشانه پیروان آن دین و آیین هست. به طور مثال در دین اسلام وقتی که عید قربان هست یا عید فطر هست یا بقیه اعیادی که وجود داره مانند عید هفتگی که روز جمعه هست، این خودش یکی از مظاهر اجتماع مسلمانان و اعلام مسلمانی هست. در ادیان دیگر هم این گونه هست و مشارکت با ادیان دیگر، همسو بودن با ادیان دیگر، یعنی یک مسلمان با یک دین دیگر در شعائر دینی غیر مسلمانان یا ادیان دیگر همسو بشود، با اونها عمل بکند به گونه‌ای که هیچ گونه تفاوتی در میان مسلمان و نصرانی وجود نداشته باشد، این از نظر شرعی حرام هست. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را منع کردند از این که خودمان را همسو و مشابه با اقوام دیگر و پیروان ادیان دیگر قرار بدهیم و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من تشبه بقوم فهو منهم. هر کسی خود را با یک ملتی و با یک دین و آیینی همسو بکند، هم رنگ و هم مسیر بکند، در واقع از خود اونها است. یعنی از نظر ظاهری شما تفاوتی رو نمیتونی بین یک مسیحی واقعی، بین یک مسلمانی که جشن مسیحی ها و نصرانی ها را جشن میگیرد و مثل اونها عمل میکند، تفاوتی از نظر ظاهری وجود ندارد و این از نظر شرعی حرام و ناجایز است. به اتفاق تمام مذاهب اربعه اهل سنت و الجماعت و حتی بسیاری از مفسرین مانند مجاهد رحمت الله علیه در مورد آیه‌ای که در سوره فرقان هست که الله تعالی در صفات انسان‌های نیکوکار و بندگان شایسته و عباد الرحمن در واقع ذکر می‌کند که والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، که بندگان خاص الله و عباد الرحمن کسانی هستند که گواهی به اصطلاح نادرست و حرف نادرستی رو نمیزنند و وقتی که لغوی یک کار بیهوده‌ای پیش روشون بیاد از اون با بزرگواری از آن عبور میکنند، یعنی خودشون رو مشغول کارهای لغو و بیهوده نمیکنند. امام مجاهد رحمت الله علیه نظرش این است که این لغوی که در اینجا اومده یا همین زوری که به اصطلاح لا یشهدون الزور، اینو تفسیر کرده به اعیاد مشرکان، یعنی عید مشرکان که از اعیاد، یعنی اعیاد غیر مسلمانان به صورت کلی تفاوتی نداره، چه اهل کتاب باشند یا مشرک خالص باشند.
و همچنین ما نمونهش رو داریم که حتی در زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کردند از مکه و به مدینه رفتند، حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه که خدمتگزار رسول الله صلی الله علیه وسلم بود، ایشون میگه که قبل از ورود رسول الله صلی الله علیه وسلم و هجرت ایشان به مدینه، مردم مدینه 2 روز رو به عنوان به اصطلاح روز شادمانی و عید خودشون انتخاب کرده بودند که در این روز ورزش‌هایی رو انجام میدادند، ورزش‌های رزمی بود و به اصطلاح با لهو و لعب می‌گذراندند، این 2 روز رو شادمانی می‌کردند. رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسید که این 2 روز چی هست؟ گفتند هیچی، فقط 2 روز ما اینا رو انتخاب کردیم به عنوان روز شادمانی و روز به اصطلاح که بازی بکنیم و سرگرم بشویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که قد ابدلکم الله خیرا منهما، الله متعال 2 روز بهتر رو برای شما جایگزین کرده که روز عید قربان و عید فطر هستند. یعنی این که رسول الله صلی الله علیه وسلم حتی در مناسبت هایی که مناسبت دینی نیست، 2 روز رو که مردم در اون صرفا بازی میکردند، اما چون که اعیاد مشرکان بود، روزی بود که مشرکان اون انتخاب کرده بودند، رسول الله صلی الله علیه وسلم از این کار منع کردند، چه برسد به این که این عید یک عید دینی و عقیدتی باشد و از آن گذشته یکی از مظاهر اون دین در واقع باشد، و از آن بدتر این که این رو در واقع یکی از مواردی هست که انسان رو در واقع به کفر میرساند، زیرا که مسیح رو فرزند خدا میدونند یا خود خدا میدونند و این همسو شدن مسلمانان و باور کردن این عقیده خودش به معنی خروج از دین اسلام هست. و حتی در زمان سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه ایشون هم منع می‌کردن مسلمانان رو که شما به هیچ عنوان اجازه ندارید که در اعیاد مشرکان و اهل کتاب خصوصا در واقع مشارکت بکنید. پس بنابراین از دیدگاه عموم علمای اهل سنت و الجماعت، یعنی مذاهب 4گانه اهل سنت و الجماعت، همسویی و مشارکت در اعیاد غیر مسلمانان مانند عید به اصطلاح میلاد مسیح، کریسمس یا بقیه به اصطلاح جشن‌هایی که وجود داره از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. تبریک گفتن به این مناسبت‌ها، جشن گرفتن به خاطر این مناسبت‌ها یا اینکه مشارکت در این جشن‌ها و اعیاد از نظر شرعی، یا اینکه سفره پهن کردن و تزیین کردن خانه به خاطر این مناسبت از نظر شرعی درست نیست و حرام هست و انسان نباید که در مناسبت‌های غیر مسلمانان، آن هم مناسبت‌هایی که صرفاً دینی و عقیدتی هست به معنی تأیید اون دین و مذهب هست، به هیچ عنوان یک فرد مسلمان از نظر شرعی اجازه ندارد که مشارکت بکنه. جزاکم الله خیر. سوالی که در این زمینه باز پیش میاد، اگر کسی به این قضیه اعتقاد نداشته باشد، فقط میدونه که جشن و شادی است و بیرون بره در این مراسم شرکتی داشته باشه بدون باور و اعتقاد، عرض کردم که خود یعنی اعتقاد به این مراسم نه تنها این که حرام هست بلکه کفر هست. این اگر کسی مانند یک مسیحی معتقد باشد که الان میلاد فرزند الله هست، میلاد روز تولد خدا هست و به اصطلاح بگید که این دین درستی هست، دین برحقی از دین نصرانیت فعلا برحق هست، از اسلام بهتر هست، این خودش کفر مطلقه. به هیچ عنوان هیچ کسی هم نگفته که این جایز هست، بلکه بالاتفاق رضایت دادن به دین مسیحیت یا اینکه یا هر دینی غیر از اسلام باشد و همسو شدن با افکارش، این کفر صریح و بواه و ظاهری هست. اما اینکه صرفاً یعنی برای تفریح هم که باشد بدون اینکه انسان اعتقادی داشته باشد، بنابر آیات و روایاتی که عرض کردم، باز هم از نظر شرعی جایز نیست که انسان مشارکت بکند. از روی اعتقاد مشارکت کردن در عید میلاد مسیح یا بقیه اعیادی که مانند این عید هستند از نظر شرعی کفر هست. اگر انسان با اعتقاد برود با اونا مشارکت بکند، به اعتقاد صحت دین مسیح یا به اعتقاد تأیید اعتقاد مسیحی یا در مورد حضرت مسیح علیه السلام، این در واقع کفر محض هست و خود مشارکت محض بدون اعتقاد و به محض سرگرمی هم از نظر شرعی حرام و ناجایز است. جزاکم الله خیر. تشکر میکنم از شما. بیننده پرسیدن که آیا ترشحات خانم ها باعث شکستن وضو می شود یا نه؟ ترشحاتی که معمولا از بدن خانم ها خارج می شود، اینو باید تفکیک بکنیم که منظور بیننده چی هست در این مورد. اگر منظور از ترشحات یعنی صرفاً عفونت های مهبلی و
طبیعی هست که از رحم زن خارج می شود، اون یک حکم جداگانه دارد. و اگر منظور از ترشحاتی است که بر اثر تحریک جنسی خارج می شود، این یک حکم کاملا جداگانه رو دارد. ترشحاتی که از رحم خارج می شود و طبیعی هست، یعنی نه به خاطر در واقع تحریک جنسی، این ترشحات از نظر شرعی بنابر قول جمهور اهل سنت و الجماعت، مذهب امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه، اینا پاک هستند. یعنی ترشحاتی که جزء عفونت‌های رحم هستند، به خاطر اینکه رحم عفونت دارد خارج می‌شوند، اینها از نظر شرعی پاک هستند، به این معنی که وقتی که خارج می‌شوند در واقع یا به لباس اصابت می‌کنند هیچ گونه به اصطلاح اشکالی وجود نداره. یعنی نماز خوندن با این باز هم از نظر شرعی درسته. لباسی که این عفونت به اون رسیده از نظر شرعی اون لباس پاک هست، لازم نیست که لباس زیرشون رو عوض بکنن. اما از نظر حکم شرعی این شکننده وضو هست. شکننده وضو هست. هر چیزی که از دو مسیر طبیعی بدن خارج بشوند از نظر شرعی جز شکننده های وضو شمرده می شوند. پس بنابراین عفونت های زنانه شکننده وضو هستند اما نجس نیستند. شکننده وضو هستند، یعنی اینکه زن باید برود وضو بگیرد، اما اگر به لباسش اصابت کرد لازم نیست که لباسش رو عوض بکند، زیرا که خود اینها پاک هستند. اما چون که بنابر قاعده‌ای که در این زمینه هست، ما خارج من السبیلین که شکننده وضو هست، این جزء شکننده های وضو در واقع شمرده می شوند. این مذهب جمهور اهل سنت و جماعت هست. اما در مورد ترشحاتی که بر اثر تحریک جنسی هست، به اتفاق مذاهب اهل سنت و الجماعت هم نجس هست و هم شکننده وضو هست. هم نجس هست و هم شکننده وضو هست. یعنی مزی آب به اصطلاح شهوت و لزمانندی که از بدن مرد یا زن خارج بشود در هنگام تفکر و تخیل جنسی، از نظر شرعی این آب نجس هست. اگر به لباس یا بدن اصابت بکند باید شسته بشود و جز شکننده های وضو هم در واقع شمرده می شود. بس بنابراین از عفونتی که از رحم خارج می شود شکننده وضو هست اما نجس نیست. اما ترشحاتی که به خاطر تحریک جنسی باشد هم نجس هست و هم شکننده وضو هست. جزاکم الله خیر. بیننده دیگری پرسیدن که آیا نمازهای قضایی مادری که پدر و مادری هر کسی که در قید حیات نیست خواندنشان به وسیله فرزند درست است؟ آیا مورد قبول درگاه حق واقع می شود؟ اگر می شود فرزند چه نیتی کند؟ از نظر شرعی نماز یک عبادتی هست که در هر حال انسان باید نماز بخواند. یعنی بیماری دلیلی و مجوزی برای ترک نماز نیست. هر کسی در حد بیماری و در سطح بیماری خودش باید نماز بخواند. اگر ایستاده نمیتواند بنشیند بخواند، اگر نشسته نمیتواند دراز بکشد نماز بخواند، با اشاره نماز بخواند، یعنی فقط اشاره بکند. رکوع سجده لازم نیست، همین که مقدار خودش رو خم بکند این اندازه کافی است. اگر نمیتواند حتی کمر خودش رو خم بکند، همین اندازه که سر خودش رو هم تکان بدهد این در واقع کافی است. اگر این اندازه هم نمیتوانست بدون اینکه تکان بخورد و فهمی که تصور بکند که رکوع سجود میکند به صورت نماز را بخواند. یعنی هر کسی به اندازه بیماری خودش باید در هر سطحی که هست الله متعال به اون تخفیف داده که باید نماز بخواند. پس بنابراین بیمار اجازه ندارد که نماز را به خاطر بیماری ترک بکند. در هر حالتی که باشد باید نماز را بخواند. این قضیه اول. و اگر کسی به خاطر بیماری یا هر علت دیگری، تفاوتی ندارد که به خاطر بیماری باشد یا هر علت دیگری، نمازی رو ترک کرده بود، بر اولیاءش و بر ورثه‌اش لازم نیست که نماز رو بخونند. نه لازم هست و نه دلیلی هم برای جوازش هست. این از نظر شرعی نماز خوندن جزو عبادت هایی هست که در آن نیابتی وجود ندارد. یعنی یک فردی نمیتواند به جای کسی دیگر نماز بخواند. تفاوتی ندارد که اون نفر دوم زنده باشد یا مرده باشد. چه کسی زنده باشد یا مرده باشد هیچ کسی دیگر نمیتواند به جایش نماز بخواند. پس بنابراین اگر کسی فوت کرد و نماز قضایی برگردنش بود، بر اولیاءش و بر فرزندانش و بر وارثانش لازم نیست
نیست که به اصطلاح نمازش رو قضایی بیاورند و جایز هم نیست، زیرا که این مسئله دلیل شرعی ندارد، زیرا که این یک مورد عبادت هست و عبادت رو ما نمیتونیم با قیاس خودمون و با صلاح دید خودمون یک حکمی رو در این زمینه صادر بکنیم، حتما باید از طریق شرع ثابت بشه و از طریق شرعی هیچ گونه دلیلی در این زمینه برای اثبات این قضیه وجود ندارد. نه تنها این که قضا آوردن اون نماز لازم نیست و بسیار از مردم متاسفانه شاید که دچار یک افرادی باشند که سودجویی میکنند، از این طریق مال مردم رو به حرام میخورند و مردم بیچاره پول میدهند که فلانی برای میتشون نماز بخواند یا برای میتشون قرآن بخواند. این از نظر شرعی هیچ گونه دلیلی رو ندارد. وقتی که کسی فوت کرده و نمازی برگردنش بوده، امیدواریم که الله متعال از اون اگر با عذری داشته که نماز رو نخونده، الله متعال انشاءالله اون رو مغفرت میکند و جز در دایره رحمت الله متعال هست. اما به هیچ عنوان جایز نیست که شما به کسی پول بدهید که برای میت شما نماز قضایی بخواند یا اینکه خود شما برای میت و کسی که فوت کرده نماز قضایی بخونید. این یک قضیه دوم حتی ثابت نیست از نظر شرعی که شما فدیه بدهید. فدیه دادن برای نماز هم از نظر شرعی هیچ گونه دلیلی رو ندارد که شما مثلا در مقابل هر نمازی فرض کنیم که 1000 تومان مثلا برای هر وقت نمازی صدقه بکنید. نه، چون این چیزی هم در شریعت اسلامی وجود ندارد. در مورد روزه هست، چیزی که در مورد روزه هست اون فقط در مورد روزه هست و ما نمیتونیم نماز رو بر روزه قیاس بکنیم، زیرا که در این مورد در واقع قیاس اساساً اعتباری نداره. پس بنابراین برای مورد نماز خواندن جایز نیست، ولو اینکه نمازی از اون قضا شده باشد، نه اینکه خود شما بخونید و نه اینکه به کسی دیگر پول بدهید که برای میت بخواند و نه اینکه کفاره دارد. کفاری هم در واقع ندارد، یعنی به جای نماز شما نمیتونید که فدیه رو برای میت بدید. خب چیکار بکنیم برای میت؟ همین که شما برایش دعای مغفرت بکنید این در واقع کفایت میکنه. خود همین که فرزندان میت، اولیاءش و ورثه‌اش برایش دعای مغفرت بکنند و بالاترین درجه ثواب را همین دعای مغفرت دارد که دعا بکنند که پروردگار از گناهان اون در واقع گناهانش رو معاف بکنند. یا اعمال دیگری رو که از نظر شرعی ثابت هست و به اتفاق جایز هست که این اعمال رو برای میت انجام بدید، مانند حج رفتن، مانند عمره رفتن، مانند اینکه صدقه دادن برای میت باشه، اگر روزه‌ای برگردنش بوده روزه‌ش رو قضا بیارند یا فدیه روزش رو بدن، برایش دعا بکنن، صدقه جاریه‌ای رو برایش تخصیص بدن، صله رحم بکنن به خاطر اینکه پدرشون از دنیا رفته، به خویشاوندان پدر رسیدگی بکنن، اکرامشون بکنن، با دوستان پدر خوشرفتاری بکنن. اینا تمام جز مواردی هست که جز صله رحم میت و پدر بعد از مرگش در واقع شمرده میشه و ثواب بسیار زیادی داره. اما نماز خواندن برای میت از نظر شرعی ثابت نیست. جزاکم الله خیر، خسته نباشین. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و بینندگانی که قصد دارن تماس بگیرن، سوال شرعیشون مطرح کنن، لطفا از همین حالا سوالاتون رو آماده داشته باشین تا وقتی که تماس گرفته میشه زیاد وقت گرفته نشه و بینندگان زیادی پشت خط نمونن. یعنی سوالاتون در ذهنتون که هست الان بنویسین، به قلم بیارین و بنویسین تا یک جمله مختصر و آماده‌ای داشته باشین وقتی که تماس میگیرین. تشکر میکنم از شما. بیننده پرسیدن که من وقتی که سوره یاسین میخوانم بعد از یکی دو تا آیه بیحال و منگ خواب میشم، بیشتر نمیتونم بخوانم، چرا اینجوری میشه؟ اگه قرآن زیاد بخوانم نیز همینطور؟ معمولا افرادی که از قرآن دور هستند و مدت طولانی قرآن رو ترک کردند، از نظر روحی و روانی در واقع چون که زمینه سازی نشده نمیتوانند که قرآن بخونند. به تعبیر دیگر قرآن خوندن برایشون سخت هست. اما همین فرد میتواند مثلا یک کتاب داستانی رو از اول تا آخر میخوند، هیچ اتفاقی برایش نمیافتد و احساس خستگی هم نمیکند. اما یک صفحه از قرآن وقتی که بخواند میبینیم که احساس خستگی میکند. این عبادت هست، خواندن قرآن و تلاوت قرآن عبادت هست و هر چند که انسان بیشتر قرآن را ترک بکند به خاطر و به بهانه کارهای روزمره، این فاصله به مرور زمان بیشتر میشود. یعنی هر چند
گفتند که شما بیشتر از قرآن دور باشید، در واقع خود این دور بودن از قرآن عاملی برای این است که شما بیشتر دور باشید. یک وقتی رو شما حتما باید برای قرآن اختصاص بدید و حتی همون مقدار کمی رو که برایتون میسر هست، 1 صفحه باشد، 2 صفحه باشد، نصف صفحه باشد، حتی اگر نتونستی 1 آیه 2 آیه هم که بخونید، اما هر روز این کار رو انجام بدید. زیرا اگر مدت طولانی قرآن رو ترک کردید و تلاوت نکردید، این تلاوت قرآن برای شما در واقع خسته کننده خواهد بود. هرچی بیشتر شما سعی بکنید که به قرآن نزدیک بشوید و زمان دوری شما از قرآن کریم کمتر باشه، قطعا شما بهتر میتوانید قرآن را بخوانید و از نظر روحی و معنوی شما بیشتر آمادگی دارید و با قرآن بیشتر میتوانید که انس بگیرید. جزاکم الله خیر. وقتی که 100 کیلومتر انسان از شهر خارج می شود، آیا نمازش رو شکسته بخواند یا کامل؟ بله، قول جمهور علما این است وقتی که انسان از به اصطلاح منطقه خودش خارج شد به نیت سفری که به اصطلاح حد مجاز باشه برای قصد، که بالاتر از 80 کیلومتر یا 85 کیلومتر بعضی از علما گفتن، بعضی کمتر و بیشتر گفتن، منتها این همون میانهش هست. از نظر شرعی رخصت شرعی هم برای این فرد تعلق میگیرد و در حقش ثابت میشود. رخصت شرعی به این معنی که کسی که به مسافرت رفت میتواند و باید که نماز 4 رکعتی رو 2 رکعت بخواند. اصل نماز در سفر وقتی که مشروع شده 2 رکعت مشروع شده و بر همان 2 رکعت همچنان باقی هست. یعنی نماز در حالت مسافری همون 2 رکعت هست و 4 رکعت در واقع نبوده. هم شما میتوانید در حالت سفر به خاطر سفر این از این رخصت استفاده بکنید، یعنی نماز 4 رکعتی رو به قول معروف شکسته بخوانید، قصر بخوانید، 2 رکعت بخوانید، و هم این که نماز رو جمع بکنید، یعنی نماز ظهر و عصر رو در یک وقت بخوانید و نماز مغرب و عشاء رو در یک وقت بخوانید. اینها جز رخصت هایی است که برای مسافر الله متعال اینها رو جز به عنوان یک نوع تسهیلی و یک رخصتی الله متعال اینها رو مقرر کرده. تفاوتی نداره که در این سفر شما خسته باشید، این سفر رو با پای پیاده رفته باشید یا با ماشین رفته باشید، خسته شده باشید یا خسته نشده باشید. خود همین که شما مسافر هستید و در حالت سفر هستید و از شهر خودتون دور رفتید، این رخصت در حق شما شامل حال شما می شود و نماز را باید به صورت قصر بخوانید و اگر خواستید می توانید که نماز را جمع بخوانید، یعنی ظهر و عصر را یا مغرب و عشاء را با هم در یک وقت بخوانید. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان آماده است. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. و یک سوال داشتم. بفرمایید. سوالتون؟ من نماز مغرب خواندم، در تشهد اول اما تحیات خواندم، یه سوره دیگه اون خواندم، یادم آمد که تشهد اول است. بلند شدم رکعت سوم خواندم. آیا نماز من درسته یا نه؟ در تشهد اول سوره خوندید؟ منظورتون دروده که خوندید، صلوات فرستادید؟ بله. در تشهد اول گفتید که یک سوره دیگه خوندید، منظورتون از سوره درود هست؟ نه تحیات خواندم، الا مثلا خواندم، الا مثلا دیدم که تشهد اول است، یادم آمد تشهد اول است، بلند شدم دوباره. درست. بلند شدید نماز ادامه دادیم. سوالی هم دارین؟ نماز ادامه دادم. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. خسته نباشین خانم تاجیک. سلامت باشین. در خدمت شما هستم. ببخشید من مثلا یه بار چیز شد، یه بار مثلا شوهرم بهم خیانت کرد. الان مثلا حساس شدم، یه جوری شکاک شدم، هر کار خوبی هم بکنه من روش شک دارم. گفتم یه جوری منم راهنمایی کنیم، اونم یه راهنمایی بکنیم. ممنون از برنامه‌تون. دستتون درد نکنه. سلامت باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام. السلام علیکم خدمت شما و همچنین خدمت استاد محترم مولانا. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. در خدمت شما هستیم. دو سه سوال داشتم که دو تاش امکان پذیر نیست، دو تا دیگه هست که در طریق شبکه نمیشه پرسان کنم. یک برادر ما سوال کرده بود از طریق واتساپ، سوال کرده بودن، خب من خواستم که شما پرسان کنم باز برشان روان کنم. سوالی بود که اونا گفته بودن که امام مسجد ما نظر به تقاضای دوستایش در یکی از محافل عروسی 2-3 بار
رقصیده به حساب کنم، محفل عروسی بوده. درست. حالا اونا گفتن که ما پشت از یا نماز بخونیم، جواز داره یا نداره. یک سوال. سوال بعدی. سوال دومی که بعض وقت خانم‌ها همین شوهرها را به کار میسازن که او شوهر مجبور میشه که میگه اگر فلان کار را کردی طلاق باشی، مثلا 3 بار برش میگه که طلاق هستی طلاق هستی طلاق هستی اگر فلان کار را بکنی. درست. و اینال اگر او انجام داده باشه آیا طلاق است یا نیست؟ اگر انجام نداده باشه شوهر پس برش مثلا صبحش اجازه بده یا 1-2 ساعت بعدش بگه خب برو میتونی که گپ بزنی از طرف ما برات اجازه است دیگه. فعلا یک جان تشکر. 2 سوال دیگهش بود، باز اگه امکان داشت ما بر مولانا صاحب رو مسیج میکنم، اگر نداشتش دیگه از سوالاشون صرف نظر کردیم دیگه. ان شاء الله. تشکر از شما. خداحافظ شما. سلام علیکم. سلامت. خدا نگهدار شما. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. تاسه سوال دارم تو بدید. بفرمایید. سوال اولتون. سوال اولا این بود که انسانی که شراب میخوره، بله، شراب همون که سلام کردن جایز است یا نیست؟ و میگوید نجیس میگوید نولی انسان ها، یعنی سلام کردن به او نجیس میگوید اگه سلام نکنی یا که دستتو شروع میگوید همیشه میانده می. درست. سوال بعدی. دویم سوال بعدی میشونیم که یک انسان هایی که برادر 5 وقت نمازش در خونش میخوند، مسجد به نمیرد گویا. درست. این چه خیلی کنید؟ این مسلمان میگم چه خیلی کنید مثلا. سوال بعدی. سوال بعدی با یک برادر هست که خوب. بله. ظاهرا تماسشون قطع شده. اگر تونستین ان شاء الله دوباره تماس بگیرین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. سوال داشتم. بفرمایید. سوالتون. شما وصل هستین. آیا اهل بیت پیامبر جز اصحاب محسوب میشوند یا خیر؟ آیا اهل بیت همین سوالتونه؟ بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه خیر، دستتون درد. سلامت باشین. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. بفرمایید. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. استاد عزیز بفرمایید. در خدمت شما هستیم. سوال شما وصل، لطفاً سوال شریعتون. سوال شریع اینه که آیا دفاع از خود نظر قرآن و سنت واجب است یا خود معاین قرآن؟ این چیزی که فلسطینی که میره سوات خود اسرائیلی بور میذاره این زن کودک میکشه، آیا این از نظر شریع واجب است یا چجوریه؟ اقتراح نداره؟ دفاع از قدس یا نظر شریع یا نظر قرآن و سنت واجب است یا نه؟ که دست اسرائیل بود. ان شاء الله پاسخ دریافت میکنیم. تشکر از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. یکم بلندتر صحبت کنید لطفاً. یک سوال داشتم. در خدمت شما هستیم. سوالتون؟ ما فقط یعنی نماز مسافرانه هست که ما از کشور افغانستان به ایران آمدیم، یعنی بدون مدرک هم هست، ما نماز مسافرانه. یعنی شما در ایران الان زندگی میکنید، درسته؟ مثلا 1 سال در ایران زندگی میکنید دیگه. در ایران زندگی میکنیم، ولی ما از افغانستان یعنی غیر مجاز بیامدیم داخل ایران. حالا فعلا که ما نماز مسافرانه بخونیم یا که مقیم بخونیم؟ درست. همین جواب میتونید شما خدا. ان شاء الله پاسخ خود دریافت میکنید. تشکر از شما. تشکر شما. خدا نگهدارتون. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، لطفاً سوال شریعتون. سران تماسشون قطع شد. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. الو. سلام قربان. حال شما خوبه؟ سلامت باشین. در خدمت شما هستم. 2 تا سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ یکی نماز گفتن که میخونم یه موقعا چیز دعا قنوت یادم میره.
بعد چی چیز یاد میره؟ من مریضم، آست دارم. میخواستم بپرسم گوشت سیخور علاره یا حرامه؟ سوال دومتون؟ بخشی متوجه نشدم. گوشت سیخور، میگم مریضم، آست دارم. بعد میگه گوشت سیخور خوبه برای آست. میخواستم ببینم حرامه یا حلاله. گوشت شبگرد یعنی همون جوجه تیغی. الان متوجه شدی؟ بله بله. ممنون از شما دارم. سلامت باشین. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. سوال داشتم، یک سوال. شخصی که مثلا شراب خورده باشد و بعدا توبه بکند، توبه نسو بکند که بعدا دیگه باز دیگه در زبانت نزنند، از این نگاه مثلا ما شنیدیم کسی که شراب در دنیا بخورد، شراب و دنیا سرش حرام میشد. آیا این اصلا بیان ارتباط داره کسی که توبه نسو کنه بعدا به زبان نکنه، آیا شراب و دنیا محروم است یا خیر؟ تشکر از برنامه شما، دستان درد نکنه. سلامت. خدا نگهدارتون. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. سوال شما بسه لطفاً. سوال شرعیتون. یه سوال داشتم، ببخشید گوشت ما که سال باشی یعنی بهشون حلال یا بخشین صداتون واضح نیست. گوشت ماهی. گوشت ماهی؟ بله. در حالی روشون شک داشت یعنی گوشت ماهی اگه پولک داشته باشه؟ ولی نه، گوشت ماهی از بیرون میاد پس میاره چون داره که این حرام است. حالا سوالتون خوب نمیفهم، یکی این سوالتون داره قطع وصل میشه. یعنی گوشت ماهی میخواین تو بازار بخرین، شک دارین که این حلاله یا حرامه به این صورت؟ بله بله. سوال دیگه هم دارین؟ نه من خدا نگهدار شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام خدمت. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید دو سوال داشتم. بفرمایید. سوال اولتون؟ این سوالم این بود که دختر نوجوان و تو خونه پیش پدر و برادر استین کتا و سر لق باشه، روسیری نداشته باشه، آیا گناهه؟ سوال بعدیتون؟ سوال دوم اینه که این پسر نوجوان به مادر نامرحمه، مادر استین کتا داشته باشه یا روسیری نداشته باشه، این گناهه یا نه؟ دست مادر نکنه. خیلی ممنون. سلامت باشین. تشکر شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم سلام. در خدمت شما هستیم. آیا خوردن گوشت دجاج و یا خفیف درست است یا نه؟ آیا خوردن گوشت دجاج، گوشت مرغ یعنی؟ آره که چه شده باشد؟ گوشت مرغ و یا خفیف. گوشت مرغی که آیا خوردن گوشت مرغ و ما مرغ. خب درسته. در چه حالتی خب؟ یعنی مرغی که ذبحش یعنی بسته‌بندی شده از یخ زده است؟ آره در مغازه فروخته شده. درست. خود نخوشته شده. درست. تشکر از شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، بفرمایید. الو. میخواستم ببینم حکم زناکاری چیست، کسی که مثلا زنا میکنه. سوال دیگه هم دارین؟ نه دیگه سوال ندارم. درست. تشکر از شما. ممنون. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. با عرض سلام باشم. شما سوال فقهی داشتم. در خدمت شما هستیم.
قربان شما. سوال کنم؟ بفرمایید. شما روی خط هستین، دو تا سوال کنم. مهربانی، بازم احترامات خدا خدمت شما تقدیم میکنم. خدا شما را اجر دارین نصیب کند. سوال داشتم اگر یک انسان طهارت کند مثال یا وضو داشته باشد و بعدا از بدنش باد خارج می شود، علتی که دوباره طهارت کند چرا طهارت میکنه؟ منظور از این است که چرا دوباره طهارت کند، یعنی کدام دلیل خانه کننده میخوایم که بشنوم از این. درست. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آخرین تماس بیننده رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام بر شما. من سلام میگم. علیکم السلام و رحمت الله. سوالی داشتم، می‌خواستم ببینم که توهین به پیامبر، اگر کسی از دوستان ما یک بار دو بار توهینی به پیامبر کنه، جوکی بگه، اینا رفاقت بله؟ بخشین سوالتون دوباره بپرسین، سوالتون خوب نگرفتیم. رو خط هستی برادر گرامی؟ درست دارن، صداشون مشکل داره. تا فرمون اگر تماسی نیست. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام، ببخشید دوباره مزاحمتون کردم، اون سوال من مطرح ساخته نتوانستم. ببخشید این گوشت ماهی گفتم الان یه جای کار میکنیم، گوشت ماهی برام میارم از بیرون پخته کرده میارم، حالا یه خوردن ایشون حلاله؟ درست. سوالتون واضحه انشالله. تشکر از شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمتتون خواهیم بود. با هم باشید. هفت گروه در زیر عرش کردگار، روز محشر جای بگیرند و قرار، خلقم در سختی و رنج و عذاب، مردمان باشند در احوال خراب، مردمان باشند در احوال خراب، لیکن آسایه دارند و نعیم، در پناه لطف رحمان و رحیم، خوشلق و خوشنود با اعمال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود، با سپاس آسوده حال از حال خود. اولی هست پادشاه عدل و داد، آن که خلق از او نکردن آه و داد، عدل کرده در جهان بر مردمان، کس نبود از دستی او سوی فغان. دومی باشد جوانی حق شناس، آن که حق را در جوانی کرد سپاس، در جوانی با خداوندی جهان، خو گرفت و کرد طاعت در نهان. سومی آن مردی با مسجد قریب، آن که مسجد دوست دارد با یقین، چون که از مسجد شود یک دم رها، روحی او گردد از جسمش جدا. چهارمی آن مومن بهر خدا، مومن را دوست گیرد از وفا، بهر حق با او سلامی میکند،
بهر حق از رو جدایی میکند. پنجمی آن کس که در پنهان و راز با خداوند میکند راز و نیاز، از سری شوق و محبت بر خدا قطره ای اشک بیریزد در قفا، دیدگانش تر شود از شور و شوق، عشق حق بر قلبی او مانند تاب. ششمی آن که زن صاحب جمال سوی خود را بخواند با سؤال، مرد بگوید من بترسم از خدا، خود رها سازد ز دست زن جدا، قلب و جسم و روح پاکش همچو آب، صاف است سرشار از مهر خدا. هفتمی آن کس که اندر این جهان می کند انفاق در سر و نهان، کس ندارد از سخای او خبر، دست راستش از ید چپ بخبر. پس بکشیم ای مسلمانان دین، تا شویم از هفت گروه پر یقین، روز و شب کشیم اندر این قیام، تا به دست آید چنین جای و مقام، تا به دست آید چنین جای و مقام. هفت گروه در زیر هر شکیردگاه، روزی محشر جای بگیرند و قرار، هفت گروه در زیر هر شکیردگاه، روزی محشر جای بگیرند و نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. و از نشانه‌های اوست که همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنارشان آرامش یابید و در میانتان مهر و دوستی قرار داد. بیگمان در این امر نشانه‌ای برای اندیشمندان وجود دارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
الحكمة ضالة المؤمن وبنو الإسلام بها أولى، حيث تجدها فعليك بها عنها أبدا لا تتخلى. در حق بندگان خدا چقدر ما غیبت میکنیم، پشت سر مردم حرف میزنیم، ممکنه عیب و اسرارشون رو برباد بدیم. یه وقتی ممکنه مردند و رفتن، یه وقتی ممکنه زنده ان، ولی خب در برخی موارد هست که ما نمیتونیم اگر بریم پیش زنده ای بگیم بله من پشت سرت این حرف رو زدم، تا آخر عمر ازت قهر میشه، دعوا میکنه، فتنه بزرگی به پا میشود. یعنی فتنه بزرگتر از این که رفتید حلالی به طلب. خب در این مورد چه بایستی کرد؟ بایستی برای جبران اون بیایید پشت سرش ذکر خیرش بکنید، دعا بهش بکن، طلب مغفرت، طلب آمرزش، اونقدر براش دعا بکن که این دعاها در پرونده اش ثبت می شود. بازم به همون صورت در روز قیامت وقتی که از اون طرف میبینه که از یه جهت مثلا غیبتایی کردیم به عنوان طلبش از ما طلب داره، ولی در جهت مقابل میبینه همون بنده خدا که غیبتش کرده، همون بنده خدا که بهش بدهکاره، از اون طرف پشیمون شده، طلب مغفرت کرده، دعا کرده، ذکر خیرش گفته، بهش کمک کرده، ندانسته نفهمیده مشکلش رو حل کرده، یا حتی دانسته مشکلش رو حل کرده. اونجاست که خدا راضیش میکنه. پس با حسنات گوناگون ما میتونیم این گونه کارا رو انجام بدیم و به قول علامه ابن قیم میشه یه وقتی کاری انجام بدیم که چی؟ که گناه کبیره رو کفاره بکنه اعمال صالحه ما. عرض سلام و خسته نباشید دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که اگر کسی در نماز مغرب در تشهد اول فراموش کرد که تشهد اول است و تحیات را کامل خواند، صلوات را گفت و بعد یادش آمد و بلند شد نماز را کامل کرد، این چه حکم داره؟ در مورد مثلا تشهد و اضافه کردن درود در تشهد، نظر جمهور علمای اهل سنت و الجماعت، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه این است که در تحیات اول و در تشهد اول نباید درود خوانده بشود. در تشهد اول نباید درود خوانده بشود. منتها اگر کسی فراموش کرد، از روی فراموشی به اصطلاح درود را خوند، از نظر شرعی اشکالی در نمازش به وجود نمیاد. نباید بخواند در تحیات اول و در تشهد اول اکتفا بکند، فقط تشهد را بخواند و درود اضافه نکند.
و در تشهد دوم همراه با تشهد بعد از آن هم درود بخواند و بعد از آن ادعیه دیگری رو که بلد هست و میتواند که به صلاح دید خودش انتخاب بکند و دعاهای دیگری رو چه مأثور باشند یا غیر مأثور، یعنی دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده یا غیر از این دعاها رو در التحیات دوم بخواند، در التحیات اول نخواند. و عمل رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در این زمینه این بوده که معمولا در نمازشون اونگونه که علامه ابن قیم رحمت الله علیه کیفیت نمازشون رو توضیح دادن در زاد المعاد، التحیات اول یعنی قاعده اول رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهایی که 2 تا قاعده و 2 تا به اصطلاح التحیات داشته کوتاه‌تر بوده از دومی. به این معنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دومی همراه با خود تشهد درود و دعاهای دیگری رو اضافه می‌کردن. عرض کردم که این در مذهب جمهور اهل سنت و جماعت است، اما در مذهب شافعی رحمت الله علیه این اشکالی نداره و حتی مستحب هست خوندن به اصطلاح تشهد، خواندن درود در تحیات اول، در تشهد اول مثل تشهد دومی باشه. حتی در بنابر برخی از مثل نقولی که در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه است، اگر کسی تشهد را ترک کرد حتی سجده سهو هم در برخی از فقهای شافعی بر اون لازم گردانیدن. اما به صورت کلی عرض کردم که در مذهب جمهور علمای اهل سنت و جماعت لازم نیست، نباید در تشهد اول شما درود اضافه بکنید و اگر فراموش کردید و درود اضافه کردید بازم در نمازشون اشکالی وجود نداره. اما در مذهب امام مثلا ابو حنیفه رحمت الله علیه با توجه به این که این رو جزء تأخیر رکن حساب میکنند، به گفتند که حتی به اصطلاح سجده سهو انجام بدهد. اگر کسی در التحیات اول تشهد را خوند، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این سجده سهو دارد. اما قول راجح و قول جمهور اهل سنت و الجماعت این است که نباید بخونید، اما اگر کسی خوند سجده سهوی لازم نمیاد. نماز سجده سهو انجام ندادی نماز شما درست است. اگر به اتباع از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم تشهد خواندید، باز اولاتر و بهتر است که از این خلاف خارج میشوید و خصوصا کسانی که جزو مقلدین مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند. درست. جزاکم الله خیر. خواهری پرسیدن، گفتن که شوهرشان قبلا بهش خیانت کردن و هنوز به او حساس و شکاک هستن. گفتن راهنمایی کنید که چیکار کنن که آرامش به زندگیشون برگرده و این شک ها برطرف بشه. بحث خیانت شوهر در واقع یک بحث گناه بودنش که یک بحث کاملا جداگانه هست و خواهرای دیگری هم که در مورد زنا سوال کرده بودند و در مورد حکم زنا که هیچ گونه شک و شبهه وجود نداره که یک گناه هست و جز گناهان کبیره هست که در آیات قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان فاحشه در واقع از اون یاد شده و جز گناهانی هست که حد بسیار سنگینی بلکه سنگین ترین حد رو در شریعت اسلامی داره که همان به اصطلاح سنگسار هست در صورتی که متأهل باشند. 2 نفری که این کار رو انجام دادن الله متعال توصیه کرده مسلمانان را ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، که یک فاحشه بسیار بزرگی هست در حرمتش و در اینکه گناه کبیره هست و در اینکه حد شرعی داره. در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت در این زمینه هیچ گونه اختلافی وجود نداره. بحث گناه بودنش به جانب خودش، یعنی این که اگر شوهری مرتکب گناهی شد و به قول این خواهرمون خیانتی انجام شده، این خودش یک گناه شخصی هست، یعنی گناهش برگردن خود شوهر هست و هیچ گناهی بر زن در این زمینه نوشته نمیشه. اما اگر زن واقعا مطمئن هست که شوهرش این کار رو انجام داده، باید تا جایی که میتواند سعی بکند که علل و اسبابش را یعنی بررسی بکند. چه بسا که این که اگر شوهر با زن دیگری خیانت کرده دنبال زنا رفته، شاید که نیاز جنسیش از همسر اولش برآورده نیست و زن اولش هم شاید به اون اجازه نمیدهد که با زن دیگر ازدواج بکند، میترسد از همسر اولش، یا اینکه همسر اولش در مورد امور زناشویی مراعات نمی کند، اهمیت نمی دهد، دنبال علل و
عوامل این کار باید بگردد و در مرحله بعدی تا جایی که میتواند به حکم وظیفه شرعیش باید سعی بکند که این مرد رو از این کار در واقع باز بدارد. اگر به صورت نصیحت شده به گونه‌ای که بهش بگوید که من خبر هستم و برای این حکم شرعی رو برایش بیان بکند، یا از نزدیکان خانواده‌ای که در اون خانواده هستن، بزرگان خانواده، سعی بکند که از طریق اونها این در واقع شوهر رو از این کار باز بدارد. اما در هر صورت اگر باز نیامد گناه شخصی هست بر خودش و بر زن هیچ گناهی در واقع نوشته نمی شود و نهایتاً زن هم خودش هم اختیار داره در این زمینه که بگوید اگر من با تو زندگی نمی کنم به خاطر اینکه تو این مشکل رو داری، اهل به اصطلاح خیانت و زنا هستی، کاملا این اختیار را خانم دارد و می تواند از چنین کسی اگر خواست جدا بشود. جزاکم الله خیر. بیننده پرسیدن که امام مسجدی در یک محفل عروسی رقصیده است، نماز خواندن پشت سر او آیا جایز است یا نه؟ رقصی که چون نگفتن رقص در چه رقص، یعنی چه گونه رقصی هست و در چه به اصطلاح محفلی بوده، به هر صورت هر نوع رقصی که باشد گرچه جزء خوارم مروءت هست و در برخی از موارد جزء مواردی هست که حرام هست، در صورتی که با توجه به خود نوع رقص که نوع رقص به اصطلاح تحریک کننده باشد یا همراه با ساز و آواز و بقیه موارد باشد که حرام هست. به هر صورت چه گناه رقص باشه یا گناه دیگری رو که امام جماعت انجام داده باشه، این بدین معنی نیست که نماز پشت سرش جایز نیست، ولو این که امامی گناهی رو انجام داده باشه مانند رقص یا غیر رقص که باشد، از نظر شرعی خواندن نماز پشت سر چنین امامی جایز هست. اگر کسی دیگر هست برای امامت، اهل تقوا هست، اهل دیانت هست، مسجدی دیگر نزدیکتر است که شما میدونید که به اصطلاح در اونجا امامی هست که اهل تقوا و دیانت هست، پرهیزگار هست، اونجا نماز بخوانید اولاتر و بهتر است. هرچند که امام اهل تقوا و پرهیزگاری باشه اولاتر و بهتر است. اما اگر مسجد دیگری نیست یا نمیتوانید به مسجد دیگری بروید، به هیچ عنوان به خاطر این و به این بهانه که امام گناهی رو انجام داده یا امام رقصیده شما اجازه ندارید که نماز جماعت رو ترک بکنید و خواندن نماز پشت سرش از نظر شرعی جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که بعض موقع خانم ها کارهای انجام میدن که شوهر مجبور میشد برای اینکه این کارها رو انجام ندهد بگوید که اگر این کار رو انجام دادی طلاق هستی. آیا اگر این زن این کار رو انجام داد طلاق واقع می شود یا نه؟ و اگر شوهر بعداً از گفتن این حرف اجازه داد باز این شرط وجود دارد یا نه؟ در مرحله اول انسان نباید طلاق را تکیه کلام خودش بکنه. طلاق یک حکم شرعی هست و یک تبعات شرعی رو دارد. وقتی که شوهری زنش رو طلاق میدهد در واقع یک تبعاتی دارد، زن و شوهر بر همدیگر حرام میشوند و به هیچ عنوان انسان نباید طلاق رو تکیه کلامش باشه یا به هر گونه حرفی یا به گومگویی فوراً لفظ طلاق رو و از این احرام طلاق استفاده بکنه. این از نظر شرعی درست نیست و استفاده از این کلمه طلاق، قسم به طلاق، از نظر شرعی درست نیست. اگر کسی لازم بود که به اصطلاح حرفش رو تاکید بکنه، لازم بود که قسم بخوره، به نام الله متعال قسم بخوره، به نام طلاق یا به تعبیر عامیانه زن طلاق خوردن از نظر شرعی درست نیست و به بازی گرفتن الفاظ و اصطلاحات شرعی هم ممانعت شرعی دارد. بازی با کلمات شرعی هست، بازی با به اصطلاح احساس و عاطفه یک زن هست و سبک گرفتن احکام شرعی هست، یا اینکه وارد شدن در لبه و در مرز به اصطلاح طلاق یا جدایی خانواده هست که به هیچ عنوان انسان نباید خودش رو به این مرحله برساند و هر مردی یک سری وظایف شرعی رو الله متعال بر اون محول کرده به خاطر این عقد مبارک و ازدواجی که صورت گرفته و به هیچ عنوان نباید این عقد مبارک رو با استفاده لفظ طلاق همیشه اینو در معرض نابودی و تباهی قرار بده. طلاق خودش یک مسئله هست، حکم شرعی هست که روش خاص خودش را دارد. اگر زندگی برای زن و شوهری جهنم بود و نمیتونستند با هم دیگر ادامه بدهند، به جای این که در این زندگی که جهنم هست زندگی بکنند، میتونند که به وسیله طلاق از هم دیگر جدا بشوند. این یک راهکار و آخرین راهکار در مورد اختلافات زناشویی و خانوادگی بین زن و شوهر هست. از نظر جمهور علما اگر کسی طلاق رو یعنی معلق بکنه به انجام یک کاری، طلاق واقع می شود.
یعنی طلاق رو معلق بکند به یک کاری، طلاق معلق می شود. یعنی به زنش میگوید که اگر فلان کار رو انجام دادی تو طلاق هستی، به این معنی که به اصطلاح زن شوهر میخواد زنش رو طلاق بدهد، منتها طلاق را معلق کرده به انجام فلان کار. این یک مسئله جداگانه هست. اما این که احیانا شوهر هدفش طلاق دادن نیست، هدفش طلاق دادن نیست و نمیخواهد طلاق زن را معلق بکند به فلان کار، چون که اساسا هدفش طلاق دادن هم نیست. هدفش بازداشتن زن هست از این که فلان کار رو نباید انجام بدهد، به زن برساند و این به اصطلاح زن رو قانع بکند که من در این کار امری که گفتم که فلان کار رو انجام نده تا اندازه‌ای مصمم و جدی هستم که اگر این کار رو انجام دادی تو رو طلاق میدم. هدفش در اینجا منع کردن زن هست یا وادار کردن زن به یک کاری هست، نه طلاق دادن زن. و بسیار از علما مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه و علمای برخی از علمای معاصر نظرشون این است که این قسمه به طلاق هست و طلاق معلق نیست، قسم به طلاق هست، گرچه این حرام هست، ناجایز هست و کفاره دارد، کفارش همون کفاره قسم هست، اما طلاق شمرده نمی شود و هیچ گونه به اصطلاح طلاق حساب نمی شود. و اگر مرد هم خواست که از این حرف خودش بازگردد، این حکمش همون حکم قسم هست، کفاره قسم بدهد، از حرف خودش باز بگردد. این گونه نیست که اگر یک به اصطلاح شوهری به زنش گفته بود اگر فلان کار را کردی طلاقی، الان راه بازگشتی هم وجود نداشته باشه، راه بازگشتی هم وجود نداشته. نه، اگر بالفرض زن اون کار را انجام داد، باز هم بنابر قولی که عرض کردم طلاق واقع نمیشه، زیرا که این قسمی به طلاق هست و طلاق معلق نیست، هدف طلاق نبوده. و بالفرض اگر شوهر خواست که از این حرف خودش باز بگردد، پشیمان شد، گفت که من گفته بودم که طلاق الان طلاق نیستی، قسم خورده بود اگر خونه پدر و مادرت بروی طلاق هستی، الان میگه نه اجازه داری برو خونه پدر و مادرت، طلاق نیستی. حکمش چی هست؟ حکمش این است که یک کفاره قسمی رو بدهد، در هر دو صورت کفاره قسمی رو بدهد، به 10 مسکین غذا بدهد یا 10 مسکین رو لباس بدهد، یا اگر نمیتواند هم به جای آن 30 روز روزه بگیرد و طلاقی واقع نمیشود. سپاسگزارم از شما. بیننده پرسیدن در مورد کسی که شراب خورده است، گفتن آیا سلام دادن به این شخص که شراب خورده است جایز است؟ آیا بدن این شخص نجس می شود یا نه؟ حکم شراب خوردن که یکی از گناهان کبیره هست در واقع و حد شرعی در موردش آمده و گذشته از حد شرعی مجازات های دیگری، عقوبت های معنوی دیگری هم آمده. به طور مثال که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند تا 40 شبان روز نمازش در واقع قبول نمی شود. اما این بدین معنی نیست که این فرد نجس هست. کسی که شراب خورده، گرچه در مورد خود حکم شراب که آیا خود شراب نجس هست یا شراب نجس نیست، خودش در این زمینه علما اختلاف نظر دارن. منتها اگر کسی بالفرض هم که شراب خورده باشد بدنش نجس نمی شود، بالفرض این که ما قائل بر این باشیم که شراب نجس هست، که خود این مسئله اختلافی از در میان علما. بالفرض این که شراب نجس باشد، با شراب خوردن انسان کار گناهی رو انجام داده، کبیره‌ای رو انجام داده، باید توبه بکند و اگر به قاضی برسد حد شرعی بر اون اجرا می شود، اما بدنش خودش نجس نیست. اگر برود وضو بگیرد نماز بخواند، یعنی این که بدنش طاهر هست، پاک هست و نماز خواندنش درسته و باید نماز بخواند، گرچه تا 40 شبان روز نمازش با ثوابی رو ندارد، اما فرض هست باید نماز بخواند. پس بنابراین اگر کسی سلام علیکی کرد، بهش مصافحه کرد، دست داد، هیچ عنوان اشکال شرعی نداره و دستش نجس نمیشه، زیرا که بدن خود شرابخوان هم از نظر شرعی نجس نیست. حتی در مواردی که در قرآن اومده به طور مثال که انما المشرکون نجس، این نجاستی که مشرکان دارن یک نجاست معنوی هست، نه اینکه ظاهر بدنشون نجس است و با اینکه کسی با اونها دست بدهد به هیچ عنوان دستش یا لباسش نجس نمیشود. اون نجاست یک نوع نجاست معنوی هست. مسلمان به هیچ عنوان نجس نمیشود. در روایتی که در حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در مورد جنابت هست که یک روز ایشون در یک کوچه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدند و از رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی خودشون رو کشیدند از جمع و رفتند. بعد از اینکه اومدند حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد که چی شد؟ یک مرتبه غیب زد، گفت یا رسول الله من غسل جنابتی بود و من می‌خواستم که بدنم نجس بود، می‌خواستم برم غسل بکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که مؤمن نجس نمی‌شود. اون نجاستی که هست انسان بدنش نجس هست
بدین معنی که یک نجاست حکمی هست، به این معنی که در این حالت انسان نمیتواند که نماز بخواند، نه اینکه خود بدنش یا به طور مثال آب دهنش یا عرقش در واقع نجس باشه. به هیچ عنوان بدن مسلمان نجس نیست و سلام دادن با فرد شرابخوار از نظر شرعی اشکال نداره. خود بدن شرابخوار هم خودش هم نجس نیست و کسی که به اون مصافحه بکنه نجس نمیشه. جزاکم الله خیر. اگر شخصی 5 وقت نماز فرض را در خانه بخواند و به مسجد نرود، آیا نمازش درست است یا نه؟ حضور در نماز جماعتی که از واجبات شرعی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه تأکید بسیار زیادی رو کردن. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه توضیح میدهد وضعیت زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم را، میگوید که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم شما هیچ کسی رو نمیدیدید که از نماز تخلف بکنه مگر کسی که منافق باشه و نفاقش هم ظاهر و آشکار باشه. یعنی یک فرد مسلمان واقعی یا منافقی که هنوز نفاقش برای همه محرز نبوده، همه نمیشناختند این منافق هست، حتی اونا در نماز جماعت شرکت میکردند، این جرئت نمیکردند که نماز را ترک بکنند. و تا این اندازه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که دلم میخواد که یک فردی رو بگم که نماز را اقامه بکنند، کسی امام بشود و من خودم با یک دسته از جوانان برم در خونه کسانی که به مسجد نمی آیند، کسانی که به مسجد نمیاند، یعنی حتی همون منافقانی که تظاهر به اسلام میکردند و به مسجد نمی آمدند، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید که من دلم میخواد اونهایی رو که برای نماز جماعت نمیان برم اونها رو خونهشون رو آتش بزنم. یعنی این یک نوع تهدید هست. عملا رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین کاری رو انجام ندادند. از این تهدید رسول الله و از این وعید ثابت میشود که حضور در نماز جماعت در واقع جز واجبات شرعی هست و نمازی که انسان در منزل میخواند یک ثواب دارد و نمازی که در مسجد میخواند با جماعت 25 یا 27 درجه بیشتر در واقع نماز ثواب دارد. غیر از این که خود این رفتن به مسجد، بازگشتن از مسجد جز این در واقع خودش ثواب هست، خودش در نماز. از زمانی که انسان از منزل خارج میشود تا زمانی که به مسجد میرود، از در انتظار نماز هست، بعد از نماز تا زمانی که به منزل دوباره باز میگردد، تمام این حکم نماز یا ثواب نماز رو در واقع دارد. و کسی که در منزل نماز میخواند خودش رو از این ثواب عظیم در واقع محروم کرده. هم ثواب خود نمازش در واقع در کمترین درجهش هست و همین ثواب رفت و آمد به مسجد رو هم در واقع ندارد. غیر از این که فضایل دیگری که در این زمینه هست، از اونها هم از دیدار مسلمانان و اجتماع مسلمانان در واقع هم و موعظه‌ای که احیانا در مسجد میشد محروم میشد، اون در واقع به جای خودش. پس بنابراین حضور در نماز جماعتی که از واجبات شرعی هست، انسان تا جایی که میتواند باید به نماز جماعت برود، منتها بر اساس یک حکم شرعی نمازش درست هست. کسی که در منزل نماز میخواند فرضش ادا شده، منتها این نماز و این فرض در کمترین درجاتش هست و به صورت یعنی کمترین ثواب و کمترین تأثیر رو خواهد داشت. بهترین نماز و کاملترین نماز نمازی هست که در مسجد و با جماعت خوانده بشه. جزاکم الله خیر. بنابراین پرسیدن که آیا اهل بیت پیامبر جزو اصحاب محسوب میشن؟ اصحاب یعنی تعریفی که در مورد صحابی هست، کسانی یعنی صحابی به کسی گفته می شود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم را در بیداری دیده باشند و با ایمان از دنیا رفته باشند. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله را در حالت بیداری دیده باشند، ایمان آورده باشند و با ایمان از دنیا بروند. یعنی این که اگر کسی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مسلمان نشده بود، صحابیش گفته نمی شود. یا اینکه کسی در زمان رسول الله مسلمان شده بود، بعد از رسول الله مرتد شده، این دیگه اساسا صحابی نیست. ولو اینکه یک زمانی مسلمان بوده اما بالفرض اینکه بعد از رسول الله مرتد شده باشند، مانند اعرابی که مرتد شده بودند، اینها جزء صحابه شمرده نمیشوند. صحابی به کسی گفته می شود که رسول الله صلی الله علیه و سلم را دیده باشد، ایمان آورده باشد و با ایمان از دنیا رفته باشد. و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم قطعا جزء اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. اضافه بر این که شرافت صحبت را داشتند، شرافت اهل بیت بودن را، اینکه جزء اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، این خودش یک فضیلت و شرافت جداگانه است. اما از نظر لغوی هم اهل بیت هستند و هم صحابی هستند، یعنی همراه رسول الله بودند، ایمان داشتند به رسول الله صلی الله علیه و سلم و با ایمان هم از دنیا رفتند. تشکر میکنم از شما. بیننده در مورد قضیه قدس پرسیدن، گفتن که آیا دفاع از قدس که الان در دست اسرائیل است از نظر قرآن و سنت و شریعت واجب است یا نه؟
از نظر شرعی و تاریخی قدس به اصطلاح مال مسلمانان هست و در مورد قدس از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شده که این اول بیت موضع للناس الذی ببکه، اولین خانه‌ای که برای عبادت الله متعال ساخته شده اون خانه‌ای هست که در مکه وجود داره. مکه یعنی محل اجتماع، یعنی تجمع مسلمانان که دور و بر به اصطلاح خانه کعبه هست و مراد همون خانه کعبه هست. اولین مسجد در روی زمین خانه کعبه و مسجد الحرام بوده و دومیش مسجد الاقصی بوده و از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که چقدر فاصله بوده در میان ساختن مسجد الحرام و کعبه و مسجد الاقصی. ایشون فرمودن 40 سال فاصله بوده، یعنی فاصله زمانیش قدمت بیت المقدس و مسجد الاقصی به اندازه قدمت به اصطلاح خانه کعبه هست با تفاوت 40 سال، یعنی قدمتش 40 سال در واقع کمتر هست از قدمت مسجد الحرام. و این مسجد از همون اول جزء یعنی مال مسلمانان بوده، مال یهود نبوده. در زمان الان در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بالفرض که بانی کعبه رو ایشون رو حساب بکنیم 40 سال بعدش، یعنی در زمان خود ایشون توسط ایشون یا فرد دیگری حضرت سلیمان علیه السلام به اصطلاح بنا شده باشه، یعنی این که در هر زمان صاحبان مسجد الاقصی پیروان واقعی دین الهی بودند، پیروان واقعی دین الهی بودند و یهودی که امروزه وجود دارند و صهیونیست‌هایی که هستند اینها پیروان واقعی حضرت عیسی علیه السلام نیستند، بلکه صاحبان اصلی این در واقع مسجد اهل اسلام هستند و موحدینی هستند که بر اساس دین آسمانی در واقع الله متعال را عبادت می‌کنند. و در این شکی وجود نداره که دفاع از مقدسات اسلامی تفاوتی نداره که حرمین شریفین باشند یا مسجد الاقصی باشه که در درجه سوم هست بعد از حرمین. از نظر بنا عرض کردم که بعد از مسجد الحرام بنا شده، بعد از کعبه بنا شده و از نظر ثواب سومین درجه رو دارد، یعنی بعد از مسجد الحرام و بعد از مسجد النبی سومین درجه که هر نمازی 500 برابر در واقع ثوابش بیشتر از در مسجد اقصی. این از مسلمانان هست و جزء مقدسات اسلامی هست و قطعا دفاع کردن از آن یک نوع وظیفه شرعی هست. اما در این زمینه انسان باید همیشه مواظب باشد که دوچار سیاست‌های غلط به اصطلاح کفار که انسان رو به یک طرف خاصی جهت می‌دهند و هدفشون سوء استفاده کردن از احساسات مسلمانان هست و با این احساسات می‌خواهند احیانا ضربه بزرگتری رو به اسلام بزنند. انسان باید سعی بکند که در هر زمینه‌ای در دفاع از مقدسات هم دیده و دانسته عمل بکند تا اینکه بهانه دیگر یا خطر بزرگتری اسلام و اهل اسلام رو در واقع تهدید نکند. درست. جزاکم الله خیر. بیننده در مورد نماز مسافر پرسیدن، گفتن که افغانی هستن و در ایران زندگی میکنن به صورت غیر مجاز، گفتن الان مسافر هستن یا نماز مقیم رو بخونن؟ عزیزان افغانی که ایران رفتن یا هر جای دیگری از دنیا یا هر شهروندی که رفته شهر دیگری برای به اصطلاح کار و زندگی از نظر شرعی مسافر نیستن. در مسیر سفر وقتی که میروند مسافرند، در مسیر رفت و آمد مسافر هستند، می توانند که نماز رو قصر بکنند و نماز رو جمع بکنند در هنگام سفر، یعنی در وقتی که در راه هستند. اما زمانی که رفتن در ایران یا در هر جای دیگر رفتن برای کار 1 سال 6 ماه کمتر بیشتر در اونجا هستند یا اصلا هدفشون برگشت نیست که به شهر خودشون باز بگردن، از نظر شرعی مقیم شمرده میشوند و نماز رو باید به صورت کامل بخونند، ولو این که پاسپورت ندارند، ولو این که به صورت قاچاقی اومدند، ولو این که احتمال داشته باشه که اونها رو بگیرند و از مرز عبور بدهند. اما شما هدفت فعلا این است که در ایران نشستید و اونجا کار زندگی میکنید. شما در ایران مقیم هستید و نماز رو باید به صورت مقیمی و کامل بخونید. به هیچ عنوان برای شما جایز نیست که نماز را به اصطلاح قصر بخونید، مگر در صورتی که شما رفتید برای یک کاری، رفتید بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، شما 2 هفته مثلا در ایران میمونید. اگر 2 هفته موندید و بیشتر از 2 هفته شما مقیم هستید. اما اگر کارتون به صورتی بود که 2 هفته کمتر طول میکشه، دوباره میخوای بگردی به افغانستان، در این صورت شما بنابر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسافر هستید. در غیر این صورت شما مقیم هستید، برای کار رفتید، هدفتون این است که در ایران چند ماهی رو بنشینید کار بکنید. شما در ایران مقیم هستید و نماز رو باید به صورت کامل بخونید.
تو خیلی دوستان خیال میکنن که باید اقامه داشته باشن، اجازه کار داشته باشن و به صورت مقیم باشن. نه این شرط نیست، ولو اینکه غیر مجاز وارد شده باشند، از طریق قاچاق رفته باشند، فعلا مجوز و کارت اقامت هم نداشته باشند، احتمال هم داشته باشه که امروز و فردا اونا رو بگیرند و از مرز بیرون بکنند، باز هم اونا چون که هدفشون این است که در اونجا مقیم هستند، نمیخواند که بروند، از نظر شرعی مقیم شمرده میشوند و نمازشون رو باید کامل بخونند. سپاسگزارم از شما. کسی که نماز وتر رو میخواند اما فراموش میکند قنوت در آن بخواند، آیا نمازش درسته؟ در مذهب جمهور اهل سنت و الجماعت دعای قنوت در نماز وتر جز سنت ها هست و اگر کسی ترکش کرد سجده سهوی لازم نیست، به جز در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که خود نماز وتر هم واجب هست و قنوت در وتر هم جز یکی از واجبات میدونند، یعنی خواندن قنوت در وتر رو یکی از واجبات میدونند و در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر کسی قنوت را ترک کرد سجده سهو دارد، اما در بقیه مذاهب اهل سنت و الجماعت چون که سنت هست و ترکش کرده حتی سجده سهوی هم ندارد. درست، جزاکم الله خیر. خوردن گوشت سیکور یا جوجه تیغی آیا حلاله یا نه؟ گوشت به اصطلاح جوجه تیغی برخی از علما معتقد به این هستند که جز موارد حلال هست. برخی از علما مانند مذهب امام شافعی رحمت الله علیه این رو جز موارد حلال میدونند به دلیل اینکه به اصطلاح دلیلی برای حرمتش وجود نداره و الله متعال مواردی رو که حرام هستند به صورت کلی اونها رو بیان کرده و قد فصل لكم ما حرم علیکم، مواردی رو که الله متعال حرام کرده به صورت مفصل در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده، اما در هیچ جای از قرآن و حدیث نیومده که به اصطلاح به قول این بینندهمون سی خور یا سی کور یا همون در واقع جوجه تیغی حرام باشه. مذهب امام شافعی رحمت الله علیه هست، اما بقیه علمای اهل سنت مانند مذهب امام ابو حنیفه و امام احمد رحمت الله علیه گفتند که این جزء موارد حرام هست و جزء مستقذرات هست، یعنی چیزی است که طبیعت بشر اون رو قبول نمیکنه و در این زمینه روایتی هم هست از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که از درباره قنفذ از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردند و ایشون فرمودند خبیث من الخبائث، یعنی چیز پلیدی هست و اون رو نخورید. گرچه این روایت از نظر سندی روش حرف و حدیث از این اشکال سندی داره و عرض کردم که ایشون اگر واقعا میخوان به صورت طبابت باشه گفتند که چون که مریض هستی باید این استفاده بکنید، بنابر مذهب امام شافعی اشکالی نداره، شما میتونید که به عنوان مداوا از آن استفاده بکنید. تشکر میکنم شما. آیا کسی که در این دنیا شراب خورده باشه و بعد توبه کرده در روز قیامت از شراب روز قیامت و بهشت محروم میشه؟ حدیثی وجود داره؟ بله، که وقتی که انسان گناهی رو انجام داده باشه توبه کرده باشه و الله متعال اون رو میبخشد و مجازاتی در روز قیامت ندارد، یعنی گناهانی رو که انسان در دنیا انجام داده و صادقانه توبه کرده از گناه خودش الله متعال اونها رو میپذیرد و در روز قیامت به خاطر گناهی که از آن توبه کرده و پشیمان هست الله متعال انسان رو مجازات نمی کند. و شرایط توبه این است که گناهی رو که انجام داده بعد از این گناه اولا دست بکشد، از گناهی که در انجام میدهد از این گناه دست بکشد، پشیمان بشود از گذشته خودش، این شرط دومش هست. و شرط سومی که تصمیم جدی گرفته باشد که در آینده این کار رو دوباره انجام نمیدهد و اگر این گناهی که انجام داده مربوط به حقوق الناس هست و حق کسی رو تلف کرده حقش رو دوباره باید به صاحبش باز بگرداند. با این چهار شرط اگر کسی توبه بکند الله متعال توبهش رو قبول میکند و گناهی رو که انسان توبه کرده در روز قیامت ان شاء الله که مجازات نمیشود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که از گناهی توبه کرده باشه مانند کسی است که اصلا گناهی رو انجام نداده باشه. جزاکم الله خیر. برنده گفتن در جای کار میکنن و غذا براشون گوشت ماهی میآورن اما شک دارن در حلال یا حرام بودن این گوشت. من نمیدونم که شون علت شکشون چی هست که به اصطلاح مالی که به اصطلاح ماهی رو که آوردن حلال هست یا حرام. میگم عرض میکنم به خاطر همین که ماهی مرده و زندهش حلال هست، یعنی اونی که ذبح شده باشد یا اونی که ذبح نشده باشد هر دوتاش یکی هست و معمولا ماهی رو ذبح نمیکنن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند احل لنا المیتتان، دو تا مرده برای ما حلال هست که یکی الجراد ملخ و دیگری ماهی رو گفتن، یعنی نیازی به
به ذبح کردن نداره. همین که از آب دریا گرفتن در واقع شکارش کردن برای شما حلال هست، یعنی به هر صورتی که ذبح کرده باشن به قول شما یا نکرده باشن برای شما حلال است. حتی ماهی که خود مرده باشد، نه این تنها که صیدش نکرده باشن، خود ماهی مرده باشد بر روی آب اومده باشد، از نظر شرعی تا زمانی که نپوسیده و قابل خوردن هست از نظر شرعی خوردنش حلال هست و اشکال شرعی نداره. گوشت ماهی رو برای شما آوردن حلال هست برای شما، میتونید از اون استفاده بکنید بخورید، ولو این که بالفرض اون کسی که گوشت ماهی رو برای شما آورده خودش اون مال رو دزدیده باشه، بالفرض میگن از یک راه حلال اون رو کسب کرده باشه و شما نمیدونید، و وقتی برای شما آورده برای شما خوردنش جایز هست. اگر سوالتون از به خاطر ذبح ماهی هست، ماهی نیازی به ذبحی نداره و در هر صورت و به هر کیفیتی که از دریا بگیرند حلال هست و خوردنش برای شما هم جایز هست. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که 2 سوال پرسیدن، گفتن که دختر نوجوان آیا میتونن جلو برادر یا پدر خود آستین کوتاه بگرده گناهی داره یا نه؟ همچنین آیا مادر میتونه در جلو پسر نوجوان خود به صورت سر برهنه و آستین کوتاه بگیره؟ بله، یک زن از نظر شرعی اجازه داره که در محیط خانواده سرش برهنه باشه، دست پاش برهنه باشه، لباس راحتی بپوشه به گونه‌ای که دستش یا پایش برهنه باشه، سر و گردنش برهنه باشه. در جلوی فرزندشون، یعنی زن میتونه در جلوی فرزند خودش، هیچ گونه اشکال شرعی نداره. خواهر میتونه در جلوی برادر خودش، یعنی با این لباس در واقع لباس راحتی در منزل باشه، گناهی در این زمینه نیست. اما در هر صورت هر مقدار که بیشتر مراعات بکنند اولاتر و بهتر هست. لباسی که به اصطلاح پوشیده تر باشه اولاتر و بهتر است. اما اگر خواهری یا مادری در محیط منزل لباسی رو داشت که دستش برهنه بود، گردنش برهنه بود یا قسمتی از پایش برهنه بود، از نظر شرعی گناهکار نمیشوند و این جزء مواردی هستند که در محیط خانواده و برای محارم این لازم نیست که این قسمت ها رو بپوشند. درست. جزاکم الله خیر. آیا خوردن گوشت مرغ یخزده و آماده جایز است یا نه؟ گوشتی که در کشورهای اسلامی تولید می شود اصل بر جواز اون هست که جایز هست، این چیزی رو که مسلمانان رو ذبح می کنند و شرکت های اسلامی هستند و از نظر شرعی هم جایز هست که شما از آن استفاده بکنید تا زمانی که در یک موردی شما 100% مطمئن نشدید که حرام هست، یعنی ذبح غیر اسلامی شده باشد، در غیر این صورت برای شما حلال هست. اما اگر این به اصطلاح جزء گوشت های وارداتی هست و شما شک دارید یا اینکه مطمئن هستید که حرام هست، ذبح غیر اسلامی شده، اون حرام هست. اگر مطمئن هستید که یک فرد کافر اون رو ذبح کرده یا اینکه به طریقه غیر اسلامی واقعا مطمئن هستید ذبح شده، اون در نظر شرعی حرام هست، نباید استفاده بکنید. در هر صورت از گوشت‌های وارداتی به اصطلاح انسان باید پرهیز بکند و احتیاط رو در نظر بگیرد، این اولاتر و بهتر است. اما گوشت‌هایی که در بازار هستند، شرکت‌های اسلامی اونها رو تولید کردند یا شرکت‌های اسلامی اونها رو وارد کردند و گفتند که حلال است و خود شرکت اون نوشته که حلال و کشور اسلامی هم بهش مجوز داده، از نظر شرعی برای شما خوردنش جایز هست و اشکالی ندارد. جزاکم الله خیر. بیننده گفتن که علت چی است که انسان وقتی که طهارت انجام میده وضو میگیرد و بعد اگر از او خارج شود باید دوباره وضو بگیرد؟ سببش؟ خب علتش این است که وضو شکسته دیگه. دنبال علت چی هستن؟ به اتفاق علما، یعنی اجماع اهل سنت و الجماعت و علمای مسلمین هست که خروج باد از شکم یکی از شکننده های وضو هست. خروج باد از شکم ما خرج من السبیلین یکی از شکننده های وضو هستند و در این زمینه روایات متعددی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم یا روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ، کسی که حدثی بر اون طاری شده یعنی بی وضو شده نمازش درست نیست مگر اینکه برود وضو بگیرد. پرسیدند از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که منظور چی است که من احدث؟ حدث منظور چی هست؟ ایشون گفتن فساء او ذرات، یعنی گفتن بادی که از شکم خارج بشه، این احدث هست، یعنی حدثی انجام گرفته که این همون حدث اصغر بون در واقع گفته میشد، یعنی بی‌وضویی اصغری که هست که با وضو گرفتن در واقع رفع میشود. و این روایت صحیح است، در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که بادی از شکمش خارج شده باشد باید وضو بگیرد. یا روایت حضرت عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه هم در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که احیانا انسان در هنگام نماز هست و احساس میکند که بادی از شکمش خارج شده،
احساس میکند که الان چه کار بکند، حکم شرعیش چی هست، نماز رو قطع بکند یا اینکه صرفا وسوسه شیطان است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا ینصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، نمازش رو ترک نکند مگر زمانی که مطمئن باشه که حتما بادی خارج شده. و اطمینان به چه صورت هست؟ یا با شنیدن صدایی هست یا احساس کردن بویی هست. در این صورت مطمئن هست. وقتی که مطمئن شد یعنی اینکه وضویش در واقع شکسته. اما به مجرد این که در واقع احساس کرد یا رگی تکان خورد فکر بکند حتما وضویش شکسته، این گونه نیست که احیانا این میتونه که وسواس شیطان باشه. کسانی که به اصطلاح دنبال وسواس شیطان بروند این یک مرحله خاصی رو نداره، به هر صورت وسواسشون بیشتر میشه برای وضوی خودشون. پس بنابراین به اتفاق علمای اهل سنت و الجماعت و تمام مذاهب اسلامی و با توجه به احادیثی که در این زمین از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح و صریح هستند، خروج باد از شکم یکی از شکننده های وضو هست به اتفاق و اجماع علمای اسلامی. اما اینکه حکمتش چی باشد، ما در به اصطلاح انجام دادن احکام شرعی دنبال حکمت نیستیم. الان میگن حکمتش چی است که انسان در هر رکعتی باید یک مرتبه مثلا رکوع بکند، یک مرتبه سجده بکند. خب نیازی به حکمت ندارد. وقتی که الله متعال یک کاری رو به عنوان یک وظیفه شرعی و به عنوان یک عبادت برای ما مقرر کرده باشه، به عنوان یک حکم شرعی مقرر کرده باشه، ما از نظر شرعی چون که مسلمان هستیم بدون این که حکمتش را بفهمیم باید بر اون عمل بکنیم. چه حکمتش رو بدانیم یا چه حکمتش رو ندانیم، زیرا که تمام احکام شرعی رو ما حکمتش رو نمیدانیم، فقط میدونیم که الله متعال حکیم هست. یکی از نامه های الله متعال الحکیم هست و صفت حکمت یکی از صفات الله متعال است و ذات حکیم به هیچ عنوان کار بدون حکمتی رو دستور نمیدهد. یعنی تمام کارهایش بر اساس حکمت هست. اما این که من اون حکمت را بدونم یا ندانم در اجرای حکم هیچ تأثیری رو برای من ندارد. من به عنوان این که الله متعال حکیم هست و هر کاری رو دستور داده خالی از حکمت نیست، ولو این که حکمتی هم نداشته باشد، چون که من بنده هستم و عبادتی که برای من مشخص شده باید انجام بدم، دنبال حکمت نباشم. منتها باز هم میشود که از نظر عقل به اصطلاح بشری هم حکمتی را از اون یعنی استخراج کرد، چون که به اصطلاح این باد از محل نجاست خارج می شود، بنابراین حکم خود نجاست را گرفته و به اصطلاح جزء شکننده های وضو شمرده می شود. اما اصل در این زمینه همون نصی هست که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ما داریم که هر کسی که بی وضو بشود، یعنی بادی از شکمش خارج شد، باید وضو بگیره. جزاکم الله خیر. چند تا سوال از فیسبوک برای ما اومده است که بیننده پرسیدن اگر انسان در نماز سنت اشتباهی انجام دهد آیا سجده سهو دارد یا نه؟ ولی تفاوتی ندارد که نماز سنتی باشد یا نماز فرضی باشد. اگر به اصطلاح کاری رو انجام دادید که سجده سهو باید انجام بدید، باید این سجده سهو انجام بگیرید، چه نماز سنت باشد یا نماز واجب و فرض باشه. یعنی این که شما در نماز خودتون یک چیزی رو اضافه کردید یا از نماز خودتون یک چیزی رو کم کردید که غیر از رکن باشه، این رو کم کردید، یا در نماز شما دچار شک شدید، یعنی شک داشتید در نماز خودتون، اینا جزء موجبات سجده سهو هستند. تفاوتی نداره که نماز فرضی باشه یا سنت باشه، در هر دو صورت باید سجده سهو رو انجام بدید. جزاکم الله خیر. ببینید دیگری پرسیدن که اگر قبل از زفاف و ازدواج و خلوت طلاق خواسته بشه که انجام بگیرد، باید طلاق چجوری باشه؟ طلاق مشروع هست. قبل از این که به اصطلاح زفافی انجام بگیره، عروسی کرده باشن، بعد از عقد هم شوهر میتونه طلاق بده. منتها طلاقش یک طلاق هست، یعنی سه طلاق نیست. با یک طلاق دادن زن و شوهر از هم دیگر باین میشوند، یعنی از هم دیگر به صورت کلی جدا میشن. اگر به اصطلاح زفافی انجام گرفت، خلوت صحیحی انجام گرفت، یعنی این که زن و شوهر بعد از خواندن عقد در یک اتاق به صورت تنها بودن، این در این صورت این خلوت صحیح است، گویا که زفافی انجام گرفته ولو این که انجام نگرفته باشه، چون که خلوت کردن حکمش این است که با هم دیگه در واقع خلوت کردن، یعنی این که زفافی انجام گرفته، در این صورت سه طلاق هستند. در این صورت سه طلاق هستند، یعنی اگر یک طلاقی داد از همدیگر به صورت کامل جدا نمیشوند، باز هم شوهر میتواند که دوباره رجوع بکند. اما اگر بعد از این که عقد انجام گرفته بود،
بعد از این که عقد انجام گرفته. در صورت اول وقتی که خلوتی صورت گرفته، اگر طلاق داد تفاوتی نداره که یک طلاق داد یا دو طلاق داد یا سه طلاق داد، مهریه به صورت کامل به زن میرسه. مهریه به صورت کامل به زن میرسد. اما در صورتی که قبل از دخول یا قبل از زفاف طلاق بدهد، یعنی به هیچ گونه خلوتی انجام نگرفته طلاق بدهد، با یک طلاق از هم دیگر باین میشوند. با یک طلاق از هم دیگر جدا میشوند. یعنی این طلاق باین هست، به این معنی که شوهر نمیتونه دوباره رجوع بکنه مگر اینکه دوباره نکاح دیگری خونده بشه. با همون یک طلاق از هم دیگر جدا میشوند و نصف مهریه هم به زن تعلق میگیره. درست. جزاکم الله خیر. بیانه گفتن که در روسیه در کارخانه الکل سازی کار میکنن، کار دیگه پیدا نکردن، اونجا کار میکنن. آیا این پول حلاله یا حرام؟ اشکالی نداره. به اصطلاح استفاده از الکل یعنی استفاده های متعددی هست و استفاده های مجازی هست، استفاده های درمانی هست و در مورد دیگر استفاده می شود. بالفرض این که اگر یک فردی اون رو به صورت شراب در بیاورند یا مست کننده باشه اون رو بخورند، اون تأثیری در حکم درآمد شما نداره، چون که موارد عمومیش به اصطلاح موارد دیگری هستند که استفاده می شود. کار کردن در چنین مواردی از نظر شرعی اشکال نداره. درست. بیرون دیگر پرسیدن که وضو با آبی که زرد رنگ شده و دو جایی دست یا نه؟ اگر که به اصطلاح آب برای این که وضو از آن درست باشه از نظر شرعی باید بر روی اوصاف اصلی خودش باقی مانده باشه. آبی که به اصطلاح با آن وضو گرفته می شود باید بر اوصاف اصلی خودش باقی مانده باشه. به این معنی که اگر آبی طعمش عوض شده، رنگش عوض شده یا بو گرفته باشه، با چنین آبی از نظر شرعی وضو گرفتن جایز نیست. یعنی این که آبی که به اصطلاح زیاد مونده، بو گرفته این آب یا رنگش عوض شده و طعمش عوض شده، این از نظر شرعی وضو گرفتن با این درست نیست. اگر نجاستی در آب افتاده باشد ولو این که تغییر هم نکرده باشد، وقتی که نجاستی افتاده باشد ولو اینکه تغییر نکرده باشد وضو گرفتن با آن درست نیست. اما وقتی که به اصطلاح تغییر کرده باشد، اوصاف ثلاثه آب، رنگش، طعمش، بویش تغییر کرده باشند، ولو اینکه به خاطر وجود یک امر یک شیء به اصطلاح پاکی این تغییر کرده باشند، باز هم وضو گرفتن با آن از نظر شرعی درست نیست، زیرا که این آب مطلقی در واقع شمرده نمی‌شود. جزاکم الله خیر. منتها یعنی حکم به اصطلاح زایل کردن نجاست یک چیز دیگر هست و حکم وضو گرفتن یک چیز دیگر هست. یعنی با آبی که از نظر شرعی وضو گرفتن با آن درست نیست، شما میتونید با اون آب را استفاده بکنید برای از بین بردن یک نجاست دیگر. یعنی خود آب نجس نیست، خود آب نجس نیست، چون که آب مطلق نیست، آب کاملی نیست، پس بنابراین وضو گرفتن درست نیست. اما اگر بالفرض اگر کسی بخواد یک نجاستی رو از بدن خودش با اون بشوره، از نظر شرعی بدنش نجس نمی شود، اون پاک کننده هست برای زوال نجاست، برای از بین بردن عین نجاست. و خود این آبی که تغییر کرده این در واقع نجس نیست مگر اینکه نجاستی در اون افتاده باشد. یعنی به خاطر نجاست تغییر کرده باشه، مثلا آب جو رنگ باشه. یعنی اگر چیزی که طبیعی هست در حدی که مثلا رنگش رو، طعمش رو و بویش رو عوض نکرده باشه اون درست است. اما بحث ما روی آب راکدی هست که رنگش، طعمش و بویش تغییر کرده باشد، ولی اینکه به وسیله یک شیء پاک هم تغییر کرده باشد، باز هم وضو گرفتن درست نیست. اما زایل کردن نجاست و پاک کردن نجاست درست. جزاکم الله خیر. یعنی گفتن که اگر در شب رمضان انسان با همسر خود هم بستریش کند، آیا اشکالی در روزه وجود می‌آید؟ نه، هیچ گونه اشکالی ندارد. احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم، به تصریح قرآن این جایز هست. هیچ گونه اشکالی یا کراهتی ندارد و تأثیری در روزه فردا هم ندارد. نکاح با زن بیوه بدون اذن ولی جایزه؟ اصل بر این است که زن ولو اینکه بیوه باشد یا غیر بیوه باشد، اصل بر این است که باید یعنی ولی حضور داشته باشد، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند نکاحی وجود نداره الا نکاح الا به ولی و شاهد عدل، مگر اینکه ولی وجود داشته باشد، اجازه ولی باشد و دو تا شاهد هم حضور داشته باشند. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در مورد خصوصا در مواردی که به اصطلاح ولی نخواهد، یعنی نمیخواهد که به
بالفرض این دخترش مثلا ازدواج بکند یا رضایت نمیدهد یا دلیل قانع کننده هم برای این حرفش در واقع ندارد، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این مواردی یا به صورت کلی هم وقتی که زن بیوه هست اختیار خودش را دارد، میتواند که ازدواج بکند در مذهب امام ابو حنیفه. بقیه مذاهب هم برای زنی که باکره هست و زنی هم که بیوه هست حضور ولی یا رضایت ولی را شرط میدونند. جزاکم الله خیر. اجاره دادن مغازه برای شرکت ها و جایی که میدونی گوشت خوک میفروشن جایز هست؟ اصل اجاره دادن برای به اصطلاح فروختن گوشت خوک نیست، برای موارد کلی هست و از نظر شرعی جایز است که شما مغازه رو اجاره میدید. اگر صاحب اون کسی که اجاره کرده در ضمن کارهایی که انجام میدهد یک کار دیگری که غیر شرعی هست انجام میدهد، اون در واقع برمیگرده به خودش، گناهش به گردن خودش هست که به اصطلاح این کار رو انجام داده و شما به خاطر به اصطلاح فروختن گوشت خوک این رو اجاره نکردید، بلکه به صورت کلی به عنوان که یک فروشگاه باشه و چندین اقلام و صدها شاید هزاران قلم جنس فروخته میشود، یکی از اقلامش هم گوشت در واقع خوک باشه، گناه این برگردن شما نیست. جزاکم الله خیر. وام گرفتنی که سودش 2% باشد چاپ می‌دارن؟ اگر چیزی که به عنوان سود هست تفاوتی نداره که 2% باشد یا به اصطلاح حتی 1.5% باشد، وقتی که نامش به عنوان سود هست این از نظر شرعی درست نیست، یعنی وقتی که به عنوان سود شمرده می شود. اما وقتی که اگر در صورتی که یک مبلغ مشخصی باشد، یعنی اون پولی رو که به عنوان سود میگیرند یک مبلغ مشخصی هست و با توجه به سقف خود وامی که به شما میدهند بالا و پایین نشود، اون میشود کارمزد. اون از نظر شرعی کارمزد هست در صورتی که به خاطر سقف وام به اصطلاح خود کارمزد بالا و پایین نشود، در اون صورت اشکال شرعی ندارد. اما اینکه با توجه به خود سقف وام 2% بالا و پایین بشود و کم و زیاد بگیرند، این همون سود به اصطلاح محرم هست و گرفتنش از نظر شرعی جایز نیست. جزاکم الله خیر. یعنی هم گفتن که در اروپا کار میکنن و مشتریاش مسیحی هستن، آیا برکت در این پول وجود داره یا نه؟ تفاوتی نداره که مشتری انسان مسیحی باشه یا اصلا کافر باشه، حلال از گرفتن از پول هیچ اشکالی نداره. شما مشتریتون به اصطلاح ولی اینکه مشتری غیر مسلمان باشه، تا زمانی که اقلامی که شما معامله میکنید اقلام مباحی هستند از نظر شرعی، مانند شراب نیست، مثلا گوشت خوک نیست که شما میفروشید، اقلام دیگری هستند که مباحند از نظر شرعی، خرید و فروششون جایز هست، ولی اینکه خریدار شما یا مشتری شما یک فرد بیدین باشه، یهودی و مسیحی باشه، از نظر شرعی هیچ اشکالی در رزق و روزی شما و در این کسب و کار شما وجود نداره و برکت مال شما به این خاطر است که شما از طریق راه حلال دارید کسب درآمد میکنید، ولو این کن فردی که این پول را به شما میدهد از راه حرامی بالفرض اونو به دست آورده باشه، این هیچ تأثیری در حکم عمل شما نداره و تأثیری در برکت داشتن رزق و روزی شما و درآمد شما ندارد. این کاری که شما انجام میدید از یک طریق قانونی و صحیح و شرعی شما دارید یک معامله رو انجام میدید. این که اون طرف مشتری شما این پول رو از کجا آورده، این دخلی در معامله شما و ربطی در برکت و صحت معامله شما نداره. چون معامله شما درسته و انشاءالله که چون که از راه حلال کسب درآمد میگونید انشاءالله که مبارک و با برکت باشه. درست. خسته نباشین. تشکر میکنم از شما که تا این لحظه با ما بودین و از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که با ما بودن و در اینجا به پایان برنامه رسیدیم. تا یک دیدار دیگه همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا